سلام بچه های خفن یوتیوب، خوش اومدین به ویدیو جدید. امروز با اینکه بهتون بگم که چه چیزایی قراره به بازی اضافه بشه، به بازی بلاسترایک، که امروز با یه گیم پلی سطح بهشون میپردازیم که چه چیزایی قراره اضافه بشه و چه تغییراتی قراره بازی بکنه. و اینکه دوستان گیم پلی رو تا آخر ببینید. دم همتون گرم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. کامنت های انگلیسی هم برامون بذارید که یه موقعی اگه ساب کردین یا لایک کردین نریزه. یا دوستان اصلا من یه چیزی میخواستم بگم برای اون کسایی که ویدیو رو میشینن میبینن دارم. دوستان اون چنل قبلی بلاسترایک که سجاد فاید بود، اسمش عکس رن بود، یعنی همون آیس، اون حذف شد دیگه. دوستان اونو ساب نکنید. الان زمانی که دست من بود از 56 اینا به بالا نمیره، ولی از زمانی که الان رفته 70 تاست، 69 تا. نمیدونم چه وضعیتیه. دوستان من چنل تلگرام جدید زدم، الان 13 تا ساب دارم داخلش، اونو ساب کنید. و اینکه بازدید ویدیو خیلی پایین اومده، اصلا من نمیدونم روی این چنل فعالیت کنم یا نه. فکر کنم چنل اصلا به چخ رفته. دوستان اصلا نمیدونم ویدیو خوبی نمیذارم، معلوم نیست دوستان. اگه من همین سطح ویدیو رو داخل چنل خارجی میذاشتم، متاسفانه من پیشرفت نمیکنم، ولی اگه اینا رو میذاشتم داخل چنل خارجی، احتمال پیشرفتم خیلی بالاتر از یوتیوب فارسی بود. میذاشتم داخل یوتیوب خارجی. یوتیوب فارسی دوستان فقط دنبال وی پی ان، دنبال چیزای رایگان، اصلا دنبال سطح بازی و اینا نیستم. خب دوستان بگذاریم بریم به اصل مطلب که قراره، فکر کنم قراره فینیشر جدید بیاد و کرکترهای جدید بیاد. دوستان این استریک پسن که اومده شاتگان اولترا خفنی داره. دوستان اگه شاتگان ریجستر آنچنانی نداره بزنیش، بعضی از دستا پینگت میاد 50 اینا، شاتگان میگیری دستت وان شاته، یه دفعه میزنی سر داری بزنیش، میزنی 3 شات هم دان نمیشه، ناک نمیشه. اینه دیگه شاتگان تکتیر یه بعدی داره که بعضی اوقات وان شاته، بعضی اوقات 2 شاته. کاش همون 2 شات باشه دوستان. بعد قراره احتمالاً ماشینم بازی اضافه بشه، یعنی همون 4 چرخ که تو کالاف است، فکر کنم اونم اضافه بشه. و دوستانی اما گربه خیلی خفنه برای کسایی که راشرن و راش میدن. من خودمم راشرم ولی با ادن میرم، ولی این اما گربه تو اسکوادتون باشه، خودت اما داشته باشه، خیلی خوبه، چون هم جون میده به اسکوادت، هم 1000 تا دیگه اچ پی میده، 1000 تا چیز دیگه. بعد خیلی هم اسکین جذابیه، صورتیه، گربه خیلی خفنه. دوستان ارزشش ندید. این قیمتش چقدر بود؟ خب 145,000 تومنه. من نزدمش ولی یکی از دوستان اونو زد. خیلی اسکین خفنی، الان یارم هم هستش. و اینکه این استریک پسر رو اگه ریجستر، اگه پینگ خوبی دارید که ربطی نره، هممون تو ایران زندگی میکنیم، پینگ آنچنانی نداریم. دوستان نگاه کنید پینگش چقدر ردیف بود، با یه اچ پی آیسش زد و رفت. خب دوستان ویدیو رو تا آخر ببینید، یه لایک بزنید که آقا اصلا تا آخرم نمیبینید، حداقل تا دوم دقیقه اینا ببینید که ویوتون حساب بشه. لایک هم بزنید دوستان. من یعنی اگه ندید، من اینجوری دارم ویدیو الکی میذارم و نتمو دارم هدر میکنم و وقتمو دارم هدر میکنم. دوستان لطفا حمایت کنید. اصلا این چنل من نمیدونم چه جور چنلیه. من بعد از 5 ماه تازه 45 سابسکرایبرم. این چه جور چنلیه؟ یارو از 1 ماه شروع کرده شده 2 سابسکرایب، من 5 ماه شروع کردم 45 سابم. تا همین 2 هفته پیشم 2 ساب اضافه کردم، 43 تا بودم. یعنی من 1 ماه 2 ماه 43 ساب گیر کرده بود. نمیدونم واقعا چیکار کنم اصلا این چنل بیاد بالا. هرچی هم گیم پلی میذارم اصلا ویواش زیر 20 تا، زیر 30 تاست، اصلا این ویو نیست. 107 تا ویدیو دارم، حداقل باید یکی از ویدیوام تا 2 کوینا میرفت.
من بیشترین بازدید ویدیوم تا حالا 302 تا بوده، 300 تا بوده. اونم همون وی پی ان پنجم است. دوستان لطفا ویدیو رو لایک بزنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساب کنید. به خدا ما داریم اینور زحمت میکشیم و اینکه خبرات خفنی از این ور براتون میاریم که زودتر با خبر بشید که قرار چه اتفاقاتی بیفته. و اینکه دوستان احتمالاً 120 FOV به بازی اضافه بشه و 120 آره 120 FOV و 90 FPS یا 120 FPS نمیدونم، فکر کنم 120 FPS همون 90 هم بیاد کافیه، ولی من با همین 60 هم دراپ میدم دیگه، چه برسه بزنم رو 120 FPS. اون موقع یعنی دراپ ندم که خیلی خوب میشه مثل آیپد. خب دوستان تا اینجای ویدیو رو با ما همراه بودید. لایک نزدی هنوز، لایک رو بکوب تا آخر ویدیو رو با ما همراه باشید. یعنی که دم اونایی گرم که تا آخر ویدیو رو میشینم میبینم. من اصلا چند روز سرد شدم ویدیو نمیذارم، میگم مثلا چرا باید رو چنلی که ویو 20 تا نمیره بالاتر، من یک روز گذشته تازه میشده 9 ویو. چه خبرشه؟ تگم بده، نمیدونم عنوان ویدیو بده، تامنیلش بده، چیش بده که ویو نمیگیره. خب چرا باید ویو نگیره؟ رو فقط راه میره، فقط داخل ویدیو راه میره، 2-3 تا ویو میخوره، چند تا سابسکرایب داره، چند وقت شروع کرده، 1-2 ماه. یارو شیت زدنشو میذاره، راه میره، هر کاری دلش بخواد انجام میده. من فقط دارم فایتا رو دارم میذارم. درستش هم همینه، فایتا رو بذاری، اصلا نباید راه رفتن بذاری، ولی دوستان اون میذاره ویو میگیره چون چنل خارجیه. ولی چون من یک ایرانی هم نباید حمایت شم. دوستان لطفا حمایت کنید. واقعا این همه حرف زدم، یعنی 7 دقیقه من داخل ویدیو حرف زدم، خیلی دیگه اعصابم خورده. اصلا من نمیدونم ویدیو میذارم یه ویوم نمیشه 2 ویو. واقعا دیگه نمیدونم چیکار کنم، فعالیت کنم روی این چنل. دوستان یه چنل دیگه هم من روی یه چنل دیگه هم فعالیت میکنم، ران وینتر فکر کنم، آره. داخل چنل تلگرام جدیدم گذاشتمش، اونو برید ساب کنید. دم همتون گرم که تا اینجا ویدیو رو با ما همراه بودید. تا آخر ویدیو رو با ما همراه باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، کامنت انگلیسی هم یادتون نره. دم همتون گرم. فعلا تا ویدیو بعد، خدا نگهدار. Godlike.